بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با راز شاد زیستن در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم که بتوانیم زندگی خوب و خوشی داشته باشیم. یکی از نکاتی که باعث میشه آدم کمتر ناراحت بشه این هست که از دیگران انتظار تشکر و سپاسگزاری نداشته باشیم. باید این نکته رو برای خودمون حل بکنیم. اون چیزی که باعث ناراحتی زیاد ما میشه این هست که از دیگران انتظار تشکر و سپاسگزاری داریم. خداوند بشر رو برای عبادت، برای پرستش، برای بندگی، برای اینکه سپاسگزار خداوند باشند آفریده. اما از اونجایی که نفس بشر همیشه به سوی ناسپاسی و عدم تشکر میلان دارد، چه بسا که انسانهای زیادی رو ما در دنیا میبینیم که خداوند رو که خالق و آفریننده اونهاست ناسپاسی میکنند، از خداوند تشکر نمیکنند. و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینها گویا دارند چون خدا و پیامبر خدا اونها رو در واقع غنی ساختند، بی‌نیاز ساختند، خداوند نعمتهای زیادی رو به اونها ارزانی داشته، دارن ناسپاسی میکنند. چه بسا شما پدری رو میبینید که فرزندی رو برایش زحمت کشیده، شب بیداری کشیده، تلاش کرده، برش انفاق کرده، اما فرزند نه تنها این که از پدر تشکر و سپاسگزاری نمی کند و از مادر، بلکه تبدیل به عذابی شده برای اونها و اونها رو اذیت و آزار می کند. چه بسا شما به کسی صدقه می دهید، در حق کسی نیکی و احسان می کنید، اما اونها در برابر گویا از شما انتقام می گیرند و همون قلمی رو که به اونها هدیه دادید، کاغذی رو که به اونها هدیه دادید، اون علیه خود شما استفاده می کنند. مهم این هست که انسان به خاطر خداوند متعال کارهایش رو انجام بده و انتظار تشکر و سپاسگزاری از دیگران نداشته باشد و این نکته رو شعار خودش قرار بده که انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ما این طعامی رو که به شما میدیم به خاطر رضایت خداوند متعال هست. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. از شما انتظار هیچ گونه پاداش و تشکر و سپاسگزاری نداریم. وقتی نگاه ما این گونه باشد، کارها رو صرفاً به خاطر خدا انجام بدیم، قطعاً در زندگی کمتر ناراحت میشیم. بسیار میبینیم که افراد شکایت دارن، میگن در حق فلانی من نیکی کردم، من احسان کردم، اما فلانی تشکر نمیکنه، سپاسگزاری نمیکنه، در حق من بدی میکنه و این نکته است که باعث ناراحتی زیاد ما میشه. پس برای اینکه ناراحت نباشیم، برای اینکه شاد زندگی بکنیم، از انسانها انتظار تشکر و سپاسگزاری نداشته باشیم، بلکه پاداش کارهای خودمون رو صرفاً از خداوند متعال بخواهیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت که مال و فرزند هیچ سودی نمیبخشند. پس تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. پس انتظار تشکر و پاداش رو فقط از خداوند متعال داشته باشیم که در این صورت کمتر ناراحت میشیم. تا جلسه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.